صحبت‌های خودش رو در سازمان ملل آغاز کرد. اجازه بدید که با ترجمه همزمان اون رو گوش بدیم. عربی و حامیان فلسطین در حال خارج شدن از محل نشست هستند همزمان با ورود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به محل نشست و قرار گرفتن او در پشت پودیوم. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید. سالن به نظر میاد که در حال خالی شدن هست. پیشتر هم انتظار میرفت، چنان که با بابک اسحاقی خبرنگار ما در تل‌آویو هم صحبت کردیم و شرح داد که چه لابی‌هایی صورت گرفته از سوی فلسطینیان برای اینکه ترک بکنن محل نشست رو در زمان آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو. همچنان در حال خروج هستند هیئت‌های عرب از صحن سازمان ملل. منتظر هستیم که آغاز بکنه صحبت‌هاشو نتانیاهو. خواهش میکنم نظم رو در تالار رعایت کنید و بنشینید. Please, order in the hall. لطفاً نظم رو رعایت کنید. Mr. President, the families آقای of رئیس، our dear hostages languishing in the خانواده‌های گروگان‌های عزیز ما که در دخمه‌های غزه در اسارت هستند. خانم‌ها آقایان، سال گذشته من پشت این تریبون ایستادم و این نقشه رو به شما نشون دادم. این نقشه نفرین و لعنت محور تروریسم ایران رو نشون میده. این محوریه که صلح تمام جهان رو، ثبات منطقه ما رو و حتی مسئله وجود کشور خود من رو تهدید میکنه. ایران به سرعت در حال توسعه یک برنامه هسته‌ای گسترده و یک برنامه موشک‌های بالستیک گسترده بود. اینها هدفشون نه فقط نابودی اسرائیل، بلکه تهدید کردن ایالات متحده و اخاذی از کشورهای همه جهان بود. از غزه یحیی سینوار موج پشت موج تروریست‌های حماس رو گسیل کرد که داخل اسرائیل بشن و 7 اکتبر رو رقم زدن. اقدامات وحشیانه توصیف ناپذیر رو مرتکب شدن. از لبنان حسن نصرالله هزاران موشک و راکت رو بر فراز شهرهای ما فرستاد و پرتاب کرد. شهرهای ما رو در وحشت فرو برد. و در سوریه دیکتاتور قاتل اسد میزبان نیروهای ایران بود و یک حلقه طناب خفه کننده رو پیرامون ما گسترده بودند. در یمن حوثی‌ها موشک‌های بالستیک علیه اسرائیل پرتاب کردند و همزمان در دهانه دریای سرخ دریانوردی جهانی رو مختل کردند. خب در سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ حوثی‌ها رو از جمله دیروز با چکش زدیمشون، رهبری تروریسم حماس رو تار و مار کردیم. تروریست‌های حزب الله رو اکثر رهبرانشون و بیشتر زرادخانه‌شون رو نابود کردیم. یادتون هست حمله پیجرها رو؟ پیام رو گرفتم با اون پیجرها و هزاران تروریست به زمین افتادن. زرادخانه اسد در سوریه رو نابود کردیم. شیعیان ایران، طرفدار ایران در عراق رو مانعشون شدیم و مهار کردیم. همه کارهایی که در این سال گذشته کردیم. مهمتر از همه برنامه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران رو ویران کردیم. بنابراین الان وضعیت به این صورته.
gone. نیمی از رهبری حوثی‌ها در یمن Yahya Sinwar in تمام Gaza, شدن. gone. یحیی سینوار در غزه Sorry. Hassan رفت پی Nasrallah in کارش. Lebanon, gone. حسن نصرالله در لبنان Syria, رفت پی کارش. those رژیم militias- اسد در سوریه militias in Iran, تمام شد. well, they're still deterred. And their leaders شبه نظامی‌های داخل عراق will also be gone. همچنان تحت کنترل هستند و اگه به اسرائیل حمله کنند رهبران اونها هم نابود خواهند شد. And to stop atomic bomb scientists, و فرماندهان ارشد نظامی they're ایران gone too. و دانشمندان هسته‌ای اونها هم تموم شدن. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Operation Rising Lion, that's from the Bible. This 12-day war اسرائیل جنگ 12 روزه را علیه ایران جنگید که ما این رو با neutralized Iran's ارجاع به کتاب مقدس شیران برخاسته لقب دادیم. the skies over Tehran. برنامه‌های دفاع موشکی ایران رو، پدافند هوایی ایران رو نابود کردیم، کنترل آسمان ایران رو در اختیار گرفتیم و شما دیدید که خلبان‌های اسرائیلی و بمب‌افکن‌های B-2 آمریکا سایت‌های هسته ایران رو بمباران کردند. میخوام سپاسگزاری کنم از پرزیدنت ترامپ برای تصمیم قاطعانه و شجاعانش. President Trump and I promised to prevent Iran پرزیدنت ترامپ و from من developing nuclear weapons, and we delivered وعده that دادیم که promise. مانع از این بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه و این وعده رو عملی We کردیم. removed an existential threat to Iran, to Israel rather, and a mortal threat to the civilized یک world. تهدید موجودیتی علیه اسرائیل رو از میان برداشتیم و تهدیدی علیه نظم جهان متمدن رو حذف کردیم. ابر تاریکی که میتونست میلیون ها میلیون انسان رو تهدید کنه نابود کردیم. اما خانم ها آقایان Absolutely باید همچنان هوشیار بمونیم. we must not باید allow Iran 100% to rebuild its military هوشیار nuclear باقی بمونیم. نباید اجازه بدیم که ایران قابلیت‌های هسته‌ای خودش رو بازسازی کنه. must be eliminated. زرادخانه ایران، موجودی اورانیوم غنی شده انباشته ایران باید نابود بشه و فردا تهدیدهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران باید که دوباره The resolve احیا of our بشن. people, the courage of our soldiers, and the bold به لطف decisions we took, اراده مردم ما، شجاعت سربازانمون و تصمیم‌های شجاعانه‌ای که گرفتیم، اسرائیل از روزهای تاریک خودش دوباره برخاست تا بتونه یکی از بزرگترین پیروزی‌های نظامی در تاریخ رو رقم بزنه. اما کارمون تموم نشده. آخرین مؤلفه‌ها، آخرین بازمانده‌های غزه در حماس در شهر غزه هستند و میخوان که فجایع 7 اکتبر رو بارها و بارها تکرار کنند. مهم نیست تا چند از این نیروهاشون تقلیل رفته باشه. برای همینه که اسرائیل باید این کار رو به سرانجام برسونه و ما با حداکثر سرعت چنین خواهیم کرد. Ladies and gentlemen, much of the world خانم ها no آقایان، longer remembers October 7th, بیشتر جهان but we remember. دیگه 7 اکتبر رو به خاطر نمیاره، اما ما به یاد داریمش. اسرائیل به یاد داره هنوز 7 اکتبر رو. Well, I'll tell you, you can remember October 7th. اون روز You see this large pin here? شما هم میتونید 7 اکتبر رو به خاطر بیارید. این What I ask you to do, علامت رو اینجا میبینید، یک QR کده، کد QR. از شما میپرسم، از شما you میخوام too will see why we تلفنتون fight, رو بردارید، why we زوم must کنید روی win. این کد و شما هم خواهید دید که برای چی داریم میجنگیم و برای چی باید پیروز بشیم. همش اینجاست. October 7th, Hamas carried out the worst attack on Jews روز since 7 the اکتبر Holocaust. They slaughtered حماس 1,200 بدترین حمله علیه یهودیان رو از زمان هولوکاست مرتکب شد. and foreign nationals from dozens of 1200 countries بیگناه رو کشتن، از جمله 40 آمریکایی و شهروندان خارجی 10 کشوری که اینجا حاضر هستند. مردان رو سر بریدن، به زنان تجاوز کردند، کودکان نوزاد رو زنده زنده جلوی والدینشون سوزوندن. چه هیولایی میتونه چنین کنه؟ و این هیولاها بیش از 250 نفر رو گروگان گرفتن، از جمله بازماندگان هولوکاست، مادر بزرگها،
مادر بزرگ‌ها و نوه‌هاشون رو به اتفاق هم چه کسی میاد مادر بزرگ و نوه رو با هم دیگه گروگان میگیره؟ حماس چنین کرد و تا اینجا 207 نفر از این گروگان‌ها رو به خانه بازگردوندیم، ولی 48 تا هنوز در دخمه‌های غزه هستند. 20 تاشون زندن، گرسنگی میکشن، شکنجه میشن، محروم از هر گونه نور آفتاب و محروم از انسانیت. اینها اسم این 20 گروگان زنده است. Nimrod Cohen, Ariel and David Cunyo, another pair of brothers, Guy Gilboa Dalal, Eviatar David. You saw the picture of Eviatar David, emaciated, forced to dig his own grave. Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Cooperstein. تصویر آویاتال رو دیدید که تحلیل رفته بود و مجبورش کرده بودن که قبر خودش رو بکنه. Alon Ohel, Avinatam O, and Matan Tsengaker. Now, ladies and gentlemen, I want to do something حالا خانم و I've never آقایان، done before. I میخوام want یه to کاری speak from کنم this forum که هرگز تا حالا نکردم. to those hostages. میخوام از این مجمع I've surrounded مستقیم Gaza with massive با این hostages گروگان‌ها صحبت connected کنم. to this microphone in the hope غزه رو با بلندگوهای بزرگی محصور کردیم که متصل هست به این میکروفون با این امید که گروگان‌ها بتونن صدای من رو بشنون و اینو اول میخوام به عبری بگم و بعد به انگلیسی. ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה, החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. This is Prime Minister Netanyahu. قهرمانان شجاع ما، From the United Nations. این نخست وزیر نتانیاهوست که زنده با شما از سازمان ملل صحبت میکنه. شما رو فراموش نکردیم حتی برای یک ثانیه. مردم اسرائیل با شما هستند. ما تزلزل نخواهیم داشت، آسوده نخواهیم نشست تا همه شما رو به خانه برگردونیم. Ladies and gentlemen, thanks to special efforts by Israeli intelligence, خانم آقایان، my words are now also being به carried. واسطه تلاش‌های ویژه نیروهای اطلاعاتی اسرائیل، So to the remaining Hamas leaders and to the jailers, سخنان من رو الان زنده روی تلفن‌های همراه غزه هم پخش می‌کنیم. بنابراین به اون تروریست‌های باقی مانده حماس میگم سلاحاتون رو به زمین بگذارید که شهروندان من آزاد بشن. همه گروگان‌ها رو، همه 48 تا رو آزاد کنید. الان گروگان‌ها رو آزاد کنید. if you do, you will live. If you don't, اگر چنین کنید Israel will hunt you زنده میمونید. down. اگر چنین نکنید Ladies and gentlemen, اسرائیل شما رو شکار خواهد کرد. if Hamas agrees to our demands, خانم ها آقایان، the war could end right now. اگر از حماس خواسته های ما بپذیره جنگ همین الان به پایان میرسه. Overriding security controls غزه آری میشه از سلاح‌های نظامی. established by Gazans and others. اسرائیل کنترلش رو بر عهده خواهد گرفت و بعد مردم غزه و دیگران که متحد به صلح با اسرائیل باشن میتونن یک حکومت غیر نظامی رو تشکیل بدن. People in New York or in London توجه داشته باشید که جنگ غزه روی همه اسرائیلیا تاثیر گذاشته. اما میدونم که کسانی که در لندن، نیویورک، ملبورن و جای دیگه هستن شاید فکر میکنن که and the answer is این به من چه ربطی داره اصلا؟ و سوال شما پاسخش اینه همه چیش به شما مربوط میشه، برای اینکه دشمن ما دشمن شما هم هست. let's do a pop quiz. پس بیاین یه کار دیگه Raise your بکنیم hand if you know the answer. که برای اولین بار در سازمان ملل انجام میشه. میخوام یه کویز برای شما برگزار کنم. جواب این سوالا رو اگه میدونید دستتون رو بلند A, کنید. Iran, کی فریاد میزنه مرگ بر آمریکا؟ A. ایران، Hezbollah, B. حماس، Houthis, or C. حزب الله، all of the above. D. حوثی ها یا E. همه موارد فوق. All of the above. Second, همه موارد فوق.
سوال دوم، Who has murdered Americans and Europeans in cold blood? Is it چه کسی آمریکایی ها و اروپایی ها رو با خونسردی به قتل رسونده؟ C. Hezbollah, A. القاعده، D. Iran, B. حماس، C. حزب الله، D. ایران یا همه موارد فوق؟ correct? Again. So here's the درسته. point I wanted to make. Our enemies hate all of us. بنابراین این نکته رو میخوام به شما منتقل کنم. دشمنان ما از همه ما به یک اندازه متنفرن. میخوان جهان مدرن رو به دوران تاریک افراطیگری، تروریسم و خشونت برگردونن. و بسیار از شما در جوامع خودتون رشد اسلامگرایی افراطی رو تجربه میکنید. شما در عمق باطن خودتون میدونید که اسرائیل داره برای شما هم میجنگه. میخوام یه رازی رو با شما در میون بگذارم. پشت درهای بسته بسیاری از رهبرانی که در انظار عمومی ما رو محکوم میکنن در خفا از ما سپاسگزاری میکنن. به من میگن تا چه اندازه ارزش قائل هستند برای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که بارها و بارها حملات تروریستی رو در پایتخت‌های اونها ازش ممانعت کردند و جانهای بیشماری رو نجات دادند. ژنرال جورج کیگن، رئیس سابق استخبارات نیروی هوایی آمریکا، یک بار گفت اگر آمریکا میخواست به تنهایی اطلاعاتی که اسرائیل به ما میده رو گردآوری کنه باید 5 تا CIA تأسیس میکردیم. 5 تا. ماه ژوئن گذشته وقتی که اسرائیل حمله کرد به تأسیسات هسته ایران، صدر اعظم آلمان مرتز واقعیت رو بهش اعتراف کرد، بهش اذعان کرد. گفت اسرائیل داره کار کثیف رو برای همه ما میکنه. پرزیدنت ترامپ بهتر از هر کس دیگری اینو درک میکنه که اسرائیل و آمریکا با یک تهدید مشترک روبرو هستند. او خودش میدونه که وقتی ایران و نیابتی‌هاش آمریکایی‌ها رو میکشن، آمریکایی‌ها رو به گروگان میگیرن، پرچم آمریکا رو میسوزونن، فریاد مرگ بر آمریکا سر میدن و تلاش میکنن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو نه یک بار که 2 بار به قتل برسونن. پرزیدنت ترامپ به ایرانیان نشون داد که این کارها بهایی داره. اما متاسفانه بسیار از رهبران که کشورها که نماینده هاشون در این تالار هستند پیام خیلی متفاوتی میفرستن. آره، اون روزهای بلافاصله بعد از 7 اکتبر خیلی از اونها از اسرائیل حمایت کردند، اما اون حمایت خیلی به سرعت ناپدید شد. وقتی که اسرائیل کاری کرد که هر کشوری که برای خودش احترام قائل باشه در برابر چنین حمله وحشیانه انجام میده. یعنی از خودمون دفاع کردیم. فقط یه لحظه تعمق کنید، تصور کنید اگر حمله میشد علیه کشور شما، علیه آمریکا، متناسب با همون حمله که علیه اسرائیل انجام شد. تصور کنید یک رژیم تروریستی هزاران تروریست رو برای تجاوز به ایالات متحده گسیل میکرد. 40,000 آمریکایی رو میکشتن. 10,000 آمریکایی رو گروگان میگرفتن. فکر میکنید آمریکا چیکار میکرد؟ فکر میکنید آمریکا اجازه میداد که اون رژیم به حیات خودش ادامه بده؟ فکر نکنم. محاله. ایالات متحده اون رژیم تروریستی رو از صحفه روزگار محو میکرد و اطمینان حاصل میکرد که چنین حمله دیگه هرگز اتفاق نمیفته. و این دقیقاً کاری که اسرائیل داره در غزه میکنه. داریم رژیم تروریستی حماس رو محو میکنیم و مطمئن میشیم که این وحشیگری هرگز دوباره اسرائیل رو تهدید نخواهد کرد. این کاری که داریم میکنیم، این کاری که هر دولتی که برای خودش ارزش قائل باشه میکنه. با وجود همه اینها و متاسفم که اینو بگم اینجا، با گذشت زمان بارها و بارها بعضی از رهبران جهان تسلیم شدند، تحت فشار کم آوردند، تحت فشار رسانه‌های مغرض، نهادها و لابی‌های اسلامگرا و اراذل اوباش تظاهر کننده در خیابان‌ها. یه ضرب المثلی هست: When the going gets tough, the tough get going. وقتی که کار سخت میشه، اونهایی که سخت و قاطع هستند از عهده چالش برمیان. برای بیشتر این 2 سال پیش
اسرائیل در یک جنگ 7 جبهه‌ای با این بربریت جنگیده، در حالی که بسیار از شما ملت‌هایی که اینجا نماینده دارید مخالف ما بودید. و شگفت‌آوره که در حالی که با تروریست‌هایی می‌جنگیم که خیلی از شهروندان شما رو هم به قتل رسوندن، شما دارید با ما می‌جنگید، ما رو محکوم می‌کنید، ما رو تحریم می‌کنید و جنگ سیاسی و حقوقی علیه ما به راه میندازید. به اصطلاح لافر بهش میگن. این محکومیت اسرائیل نیست، این محکومیت خود شماست. این محکومیت رهبرانی است که ضعیف هستند و مماشات میکنند با شر در برابر سربازانی که دارن شجاعانه با توحشی که به آستانه‌های تمدن رسیده می جنگن. بذارید بهتون بگم، شما با مماشات با جهادی‌ها جان سالم به در نخواهید برد. شما با قربانی کردن اسرائیل نجات پیدا نخواهید کرد. شما باید در کنار اسرائیل بایستید، اما این کاری نیست که دارید میکنید. همانگونه که پیامبران ما در کتاب مقدس گفتند، شما نمیتونید که با شر خوبی کنید و با خوبی بدی کنید. این اتهام دروغین نسل‌کشی. اسرائیل رو متهم میکنن که عامدانه غیر نظامی ها رو هدف میگیره، در حالی که برعکس این درسته. کلونل جان سپنسر که احتمالاً بزرگترین کارشناس جهانی است در مورد جنگ‌های شهری، ازش نقل قول میکنم اسرائیل بیش از هر ارتشی در تاریخ جهان تدابیر اتخاذ کرده برای حداقل کردن لطمات به غیر نظامی ها و به دلیل این کار ما نسبت کشته شده های غیر نظامی به نظامی در غزه کمترین بوده در تاریخ، حتی اگه اینو مقایسه کنید با عملیات ناتو در عراق. تصور کنید که صدها هزار مایل تونل دارن این تروریست ها و دهها بلکه صدها برج دارن و همه اینها در مناطق مسکونی هست. اگر میخواید ببینید که اسرائیل چه تدابیر اتخاذ میکنه برای حداقل کردن تلفات غیر نظامی، ببینید همین الان ما داریم چیکار میکنیم در شهر غزه. آخرین پایگاه، یکی از آخرین 2 پایگاه حماس، برای 3 هفته اسرائیل میلیون ها اعلامیه کاغذی رو از بالا به زمین انداخته، میلیون ها پیامک تلفنی فرستاده و قبل از اینکه ارتش ما وارد بشه از غیر نظامی ها خواستیم که محل ترک کنن. اما همزمان حماس نیروهای خودش رو کجا مستقر میکنه؟ در مدرسه ها، در بیمارستان ها، در مسجد ها، و اصرار میکنه که غیر نظامی ها اون محل ها رو ترک نکنن. گاهی به زور اسلحه اونا رو مجبور میکنه که اونجا بمونن. برای اسرائیل هر غیر نظامی کشته شده یک فاجعه است. برای حماس هر غیر نظامی کشته شده یک استراتژیه. از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و به عنوان مهره‌های جنگ پروپاگاندا علیه اسرائیل، و این جنگ پروپاگاندا رو رسانه‌های غربی میخرند و باور میکنند و تکرار میکنند. تقریباً 3/4 میلیون نفر جمعیت تا همینجا هشدارهای ما رو شنیدن و از محل خارج شدن. حالا میخوام از شما یک سوال ساده منطقی بپرسم. آیا کشوری که مرتکب نسل‌کشی میشه خواهش میکنه از جمعیت غیر نظامی که به قول شما داریم قتل عامشون میکنیم لطفاً محل رو ترک کنید؟ آیا ما داریم تلاش میکنیم اینا رو بیرون کنیم و حماس میخواد اینا رو اونجا نگه داره؟ و این اتهام چنان بی اساسه، این مقایسه با نسل‌کشی که شما باید کل یک جمعیتی رو نابود کنید، کاری که نازی‌ها آیا نازی‌ها از یهودی‌ها خواستن که لطفاً محل رو ترک کنید؟ میخواین تک تک نسل‌کشی‌های تاریخ رو براتون ذکر کنم؟ آیا هیچ کدوم اونا چنین کردن؟ گفتن خواهش میکنم بریم بیرون که ما بیایم تو؟ البته که نه. اما شما واقعیت رو واژگون کردید. حماس یک سازمان تروریستی نسل‌کشی که منشورش خواستار قتل همه یهودیان در کره زمین شده. این سازمان آدمکش اصلا ذکری ازش به میان نمیاد. اما اسرائیل که هر کاری که میتونه کرده برای اینکه غیر نظامیان رو از گزند خارج کنه متهم میشه. عجب جوکی.
میخوام یه جوک دیگه بگم براتون. اسرائیل متهم میکنن که عامدانه گرسنگی میده به مردم غزه، در حالی که اسرائیل داره غذا میده به مردم غزه. از شروع جنگ اسرائیل بیش از 2 میلیون غذا و کمک فرستاده به غزه. این یعنی 1 تن کمک به ازای هر مرد، زن و کودک در غزه. نزدیک به 3000 کالری برای هر فرد هر روز. عجب سیاست گرسنگی. اگر که مردم غزه غذای کافی ندارن، برای اینکه حماس داره اینو میدزده. حماس اینو میدزده و بعد احتکارش میکنه و بعد به قیمت‌های بالاتر میفروشه برای اینکه ماشین جنگی خودش رو تأمین مالی کنه. ماه پیش اینجا در سازمان ملل که حالا در ضمن باید بخندید به این چیزایی که میگم، ماه گذشته حتی سازمان ملل که حامی اسرائیل نیست اعتراف کرد که حماس و دیگر نیروهای مسلح 85% کامیون‌های کمک رو غارت کردند. برای همینه که محرومیت هست. اونهایی که این دروغ‌های و افتراهای نسل‌کشی و گرسنگی دادن رو متوجه اسرائیل میکنن، بهتر از کسانی نیستن که در قرون وسطا یهودیان رو متهم میکردن که خون کودکان رو استفاده میکنن که باش غذا بپزن، یا اینکه چاه‌های مسیحیان رو مسموم میکنن و غیره. متاسفانه یهودی ستیزی عمر طولانی داره و به سختی میمیره. اصلا نمیمیره، هی برمیگرده با دروغ‌های جدید، هی میاد مدرنیزه میشه و دوباره تکرار میشه، دوباره و دوباره و دوباره. و یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم، این دروغ‌های یهودی ستیزانه اینها پیامدهایی دارن. در ماه‌های اخیر به یهودی‌ها در کانادا، استرالیا، بریتانیا، فرانسه، هلند و جای دیگه حمله شده. اینجا در آمریکا یک بازمانده کهنسال هولوکاست رو در کلرادو زنده سوزاندن و یک زوج جوان که در سفارت اسرائیل در واشنگتن کار میکردن وحشیانه با شلیک گلوله درست جلوی موزه هولوکاست کشته شدن. خوشبختانه دولت پرزیدنت ترامپ داره با قدرت با این بلای یهودی ستیزی مبارزه میکنه و تک تک دولت‌ها باید از او پیروی کنن، اما در عوض بسیاری برخلاف این عمل میکنن. میان پاداش میدن، به بدترین یهودی ستیزان جهان جایزه میدن. این هفته رهبران فرانسه، بریتانیا، استرالیا، کانادا و کشورهای دیگر بدون قید و شرط یک کشور فلسطینی رو به رسمیت شناختن. این کار رو بعد از وحشت‌های 7 اکتبر به دست حماس کردند. وحشت‌هایی که اون روز تقریبا 90% جمعیت فلسطینی جشنش گرفتن. تکرار میکنم، نزدیک به 90% فلسطینی‌ها حمایت کردن از حمله 7 اکتبر. حمایت چیه؟ جشن گرفتن، روی پشت بام ها رقصیدن، شیرینی پخش کردند، هم در غزه و هم در جودا سماریا یا به قول شما کرانه باختری. و همونطور که جشن گرفتن 11 سپتامبر هم همینجوری جشن گرفته بودن، باز روی پشت بام ها رقصیده بودن، هورا کشیدن، شیرینی پخش کردن. میدونید پیامی که رهبرانی که فلسطین رو به رسمیت شناختن این هفته به فلسطینی‌ها فرستادن چه پیامی؟ پیام خیلی روشنیه. کشتن یهودیان جواب میده. خب من هم یک پیامی دارم برای اسرائیلیا. وقتی که وحشی ترین تروریست های جهان دارن تصمیمات شما رو ستایش میکنند، شما کار درستی نکردید، اشتباه کردید. تصمیم شرم‌آور شما تروریسم علیه یهودیان رو و بیگناهان همه جای جهان رو تشویق خواهد کرد، لکه ننگی خواهد بود بر وجدان شما. اما یه لحظه صبر کنید آقای نخست وزیر نتانیاهو، یه لحظه صبر کنید. ما به راه حل 2 کشوری اعتقاد داریم، جایی که 2 کشور اسرائیل و فلسطین در جوار هم در صلح و صفا زندگی کنند. فقط یه مشکل هست این وسط. فلسطینی ها اونها به این راه حل اعتقاد ندارن، هرگز نداشتن.
اونا نمیخوان کشوری در کنار اسرائیل داشته باشن، میخوان کشور کشور فلسطینی به جای اسرائیل داشته باشن. برای همینه که هر بار بهشون یک کشور فلسطینی پیشنهاد کردیم ولی ازشون خواستیم که جنگ رو به پایان ببرن و کشور اسرائیل به رسمیت بشناسن، هر بار در طول دهه‌ها این پیشنهاد رو رد کردن و برای همینه که هر بار که بهشون قلمرویی داده شد از اون برای حمله به ما استفاده کردن. به واقع اونها یک کشور فلسطینی در عمل داشتن در غزه. چیکار کردن با اون کشور؟ صلح؟ همجواری؟ نه خیر. به ما بارها و بارها حمله کردن. بدون هیچ گونه اینکه تحریک از جانب اسرائیل راکت پرتاب کردن، کودکان رو کشتن، پایگاه تروریستی رو در غزه ایجاد کردن و از اون حمله‌های 7 اکتبر رو ترتیب دادن. بنابراین پافشاری پیوسته فلسطینی ها برای رد کردن حق بقای اسرائیل دلیلی است که این جنگ رو ادامه داده. مسئله نبود یک کشور فلسطینی نیست، مسئله اونها ادامه بقای یک کشور یهودیه و این واقعا شگفت انگیزه که در نخست وزیری ها و صدارت عظماهای کشورهای خارجی این رهبران چطور این رو نمیبینن، این واقعیت ساده رو نمیبینن که بارها و بارها تکرار شده و تکرار میشه. یه چیز دیگه هم میخوام بگم، این رد کردن حق حیات کشور یهود نه فقط به حماس برمیگرده بلکه این به اصطلاح حکومت خودگردان میانه‌رو فلسطینی هم مشمولش میشه. باید بدونید که حکومت خودگردان فلسطینی به تروریست ها پول میده که یهودی ها رو بکشن. هرچی بیشتر یهودی بکشن بیشتر بهشون پول میده. حکومت خودگردان فلسطینی ساختمان‌های خودش رو، میدان‌های خودش رو، مدارس خودش رو به نام قاتلان یهودیان نامگذاری میکنه و اونها رو به عنوان شهید بهشون ارج میگذاره. نه فقط برای کشتن یهودی‌ها بلکه قاتلان مسیحا به همین ترتیب. یک کهنه سرباز آمریکایی که وحشیانه در اسرائیل به دست یک فلسطینی به قتل رسید، ولی باز رهبران غربی من میگن که تشکیلات خودگردان به ما قول دادن که خودشون رو اصلاح میکنن و این دفعه آقای نخست وزیر این بار دیگه فرق میکنه. آره تو گفتی، من باور کردم. این قول ها رو دهه هاست که شنیدیم. همیشه قول میدن و هرگز عمل نمیکنن به قولشون. تشکیلات خودگردان فلسطینی تا کنهش فاسد هست و کتاب‌های درسیشون همون عین کتاب‌های درسی حماسه. به کودکانشون یاد میدن که از یهودی‌ها متنفر باشن و اونها رو بکشن و وضع مسیحیانشون هم بهتر نیست. در بیت لحم، زادگاه مسیح، وقتی که تحت کنترل اسرائیل بود 80% جمعیتش مسیحی بودن، ولی از زمانی که تشکیلات خودگردان کنترلش رو به دست گرفت مسیحیان شدن 22%. اینها کسانی هستن که میخواین بهشون کشور بدین. چی کار دارین میکنین؟ کاری که دارین میکنین اینه که به اونها بزرگترین پاداش رو بدید، به افراطی های حامی قتل عام 7 اکتبر. وقتی که شما بعد 7 اکتبر در یک مایلی اورشلیم به فلسطینی ها کشور بدین، انگار که به القاعده در یک مایلی نیویورک بعد از 11 سپتامبر کشور بدین.